چطور خلاق‌تر باشم؟ سلام، من لادن فتویی هستم و توی این دوره قراره راجع به این که چطور خلاقانه تر عمل کنیم صحبت کنم. اگر دوره قبلی منو دیده باشین به اسم چرا خلاق‌تر نیستم، ماهیت این دوره خیلی بیشتر بهتون کمک میکنه. پس جداً پیشنهاد میکنم دوره اول که رایگان هست رو هم ببینید. چطور خلاق‌تر باشم راجع به چی صحبت میکنه؟ در واقع مواجهه با محدودیت‌های ذهنی ما و رهایی از اونا هدف این دوره است. قسمت اول راجع به این صحبت میکنیم که 6 وجه مکعب ذهنی ما چی هست و تک تک اون وجه‌ها رو براتون توضیح میدیم تا با آگاهی از اونا بهتر بتونین باشون مواجه بشین و اجازه ندین که محدودیت‌هایی که براتون ایجاد میکنن مانع خلاقانه تصمیم گرفتن شما باشن. قسمت دوم هم یه سری راهنمایی‌ها و تمرین‌های روزمره بهتون میدیم که با استفاده از اونا میتونین خلاقانه تر تصمیم بگیرین و اینو جزئی از برنامه روزانه زندگیتون بکنین که توی همه تصمیم گیری‌ها به کمکتون میاد. با ما همراه باشین تا در ویدیو بعد با اولین وجه ذهنی شما رو آشنا کنم.